وقتی من ریشتراشی رفتم دیروز، یک گروه بچه‌هایی که بگیم سن سالشون به یک سن سال کلان رسیدن، چنان عقیده ندارن، چنان بیسواد هستن که میگویند که اگر نمی زیر کوی نمکی هست، همین اگر بیره کنی آینه جهانمو در زیر نمی است. باور کن آینه جهانموش چی است؟ من گوش دارم با او توجه هم نکردم چی میگن آینه جهانموش در کجا باشه. اینو عیب هستند، اینو باید دیگر در معنی ما و شما باید یک چگونه که خندیدین این باید خنداور باشه. یا گفتن باز اونا گفتن که همین سنگ حضرت امیر جان شرشر بردن، از همو بالای شرشر پرواز کرد اومد با در همین جاش نشست. باور کنین حیرت دم میمانی که نخو آدم اینقدر بی سواد باشه، اینقدر نافهم باشه. اینا را باور نکنید. هر روز دوشنبه با یکی میگه، هر روز دوشنبه میگه، شب دوشنبه همین حضرت امیر جان میگه همین خوابگاهش میآید. وقتی میآید میگه همین تریزای ما درست میلرزد. با خدا قسم همین را دیروز ما شنیدیم از زبان بچهای با عقل که تریزای ما میجنبه. وقتی حضرت امیر جان میآید و مثال خوابگاهش میدراید. بسیار یک بیسوادی است. انا برای اینا دلیل گفتن در کار کنی دلیلت. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اینا یک مسخره کردن اینمی اسلام ما و شماست، باور کنید. اینا را این یهودی‌ها در دین ما و شما می‌درارند، نمی حکایه‌های بی معنی را، تا که ما و شما مثال گوش اندازیم. بعضی آدمی با شعور و علم دنیایی داشته باشد میگه که همین اسلام همش نمتری دروغ است، اسلام همش حکایه است. اینا را دشمن‌های دین میکنند. طبق را لیسیدن پیغمبر خدا گفتند که حضرت جابر روایت میکند امر باللعق الاصابع والصفحه وقال انکم لا تدرون فی ایها برکه. پیغمبر خدا گفتند شما را امر میکنیم اینکه انگشت هاتون بلیسین و طبق را هم، صفحه گفته طبق میگن، طبق را هم لیسین، زیرا اینکه شما نمیدانید در کدام مکان طبق برکات هست، شما نمیدانید. در دوام حدیث پیغمبر گفته است که ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه فانه لا یدری فی ای طعامه برکه. پیغمبر دستش در همون دستمال نمیشکیده است تا وقتی که اگر دستهاش نمیلیسیده است. از این خاطر لیسیدن طبق، لیسیدن دست شما بسیار برکات دارد، زیرا شما نمیدانید همون برکات طعام در کجای طبق است، در بینش است، در پهلوش است. از این خاطر طعام طبق تازه کنین، انگشت هاتون لیسین، انشاءالله شاید در کدام جایی که وای باشه شما دیراب که کرد. در همین موضوع یک جواب دیگر بر شما میگویم. همه شما آدمای خدا را شکر با عقل هستین، با تمیز هستین، با فراست هستین، لیکن وقتی که در نزد طبق می نشینین هر کدامت پیش از طعام دست هاتون شویید. دست هاتون اگر در همین شرایط ما و شما اگر با صابون شوید با بهترین می شود. شما تصور میکنید همین دستای ما و شما تازه است، وقتی با صابون شوید بعد تماشا کنید که آبی همو چخیل است. در چشم این چرک دست نمیتابد. وقتی با صابون میشوین باور که چقدر چرک از دست شما میریزد، که شما همون طعام گرم وقتی که همون دست هاتون با آب خنک میشوین با صابون نمیشوین، در همون داخل طعام همون چرک شما میرود، بعد شما مریض میشین، شما بیمار میشین. در طبق ها نظر کنید طبق چگونه است، در دسترخوان نظر کنید در دسترخوان چگونه است. امروز ما و شما معرکه داریم که $300 در یک ارتیس میاریم، لیکن در یک دسترخوان کلان یک دستمال میپرتویم. یک دستمال برای 100 نفر دستش میشکد. نمیشود که هم 20 سامانی در هفته هم یک لطه دراز بخیر برای هر نفر، نه برای 2 نفر اقلا یک لطه جدا کن. او چگونه دست دارد؟
در دستی او چی است دیگر نوابسته ما و شما در همون یک لحظه هممون دستمال میشکیم. این از روی آداب هم نیست، از روی طب هم نیست، از روی اسلام هم نیست. در یک خانه دیگر نشستیم، طبق آوردن، طبق‌های همین شیرازدار، کدام زمانی وای شکستگی به دست که وای شیراز گرفته است، در اطراف همون شیراز باور کنید اگر کمتر یک آدمی با تمیزتر باشد با همین نوک یک چوب اگر تازه کنی خیلی چرک در اطراف همون جمع شده است. برای با یک زن حلال پاکیزه تازه کار در کار که باید تازه کنه، خود اما آهنی که در داخل همون طبق از وای خودش زلال آور است. کجا با مثال در اطراف اینقدر چرکی که جمع شده است.